به نام خداوند بزرگ. ما به پرواز باور داریم. مهم نیست آسمان چقدر بلند است. ما زیایی گروپ هستیم. زیایی گروپ برند معتبر با دانش فنی گام‌های بلند را در مسیر تولید نفت خام و مواد نفتی برداشته است. این اقدام بزرگ سرآغاز است تا چرخ‌های تولیدی زیایی گروپ در مسیر درست به چرخش درآید. از سال 2001 تا حالا در بخش‌های مختلف بازرگانی با چندین شرکت داخلی و خارجی تفاهم‌نامه همکاری امضا نموده است. این شرکت توانسته کالاها و مواد خوراکی را از کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، روسیه، ترکیه و سایر کشورها وارد افغانستان نماید. این خود گویای حقیقت است که موفقیت اتفاقی نیست. اراده، تلاش، کار تیمی و برنامه‌ریزی زیربنایی است که زیایی گروپ با آن توانست قله‌های بلند موفقیت را فتح کند. بالشگاه مواد نفتی نورد نوبل انرژی تحت مالکیت و مدیریت زیایی گروپ با ساحه وسیع، محیط بزرگ و با استفاده از فناوری صنعت نفت آمریکا API و استاندارد ASTM با سیستم دیجیتال که از سوی متخصصان ترک و افغان نصب و منتاج گردیده است، توانسته مواد با کیفیت و استاندارد نفتی را به دست بیاورد. زیایی گروپ در ولایت بلخ در سال 2016 به فعالیت آغاز کرد که ظرفیت تولید آن در 24 ساعت 1000 تن و در سال 300,000 تن مواد نفتی است. این شرکت بر علاوه وارد و پالایش مواد خام خارج از کشور، از مواد خام داخل کشور نیز استفاده می نماید. این پالایشگاه با تیم فنی و متخصصین داخلی و خارجی مجهز با لابراتوارهای معیاری و پیشرفته تمامی آزمایشات اساسی و استاندارد را انجام می دهد تا از بالاترین سطح کیفیت مواد تولیدی اطمینان حاصل نماید. تأسیسات زیایی گروپ در شهرک بندری و مرزی حیرتان، آقینه، ولایت هرات و کابل ایجاد شده است. بنادر حیرتان و آقینه مسیر اصلی ذخیره و عرضه نفت و گاز از روسیه و آسیا هستند. زیایی گروپ مجموعاً 200,000 تن ظرفیت ذخیره سازی مواد نفتی را دارد. تأسیسات در شهرک بندری حیرتان با 50,000 تن یکی از بزرگترین ظرفیت ذخیره مواد نفتی است. ما در تکمیل تمامی قراردادهای بزرگ عرضه مواد نفتی تردیدی نداریم. زیایی گروپ مجهز با وسایط مواد نفتی از جمله پترول، دیزل و گاز مایع است. خدمات ترانسپورتی زیایی با داشتن بیش از 250 وسایط نفتکش مدرن بر علاوه داخل کشور در مرزهای بیرون از کشور نیز با تیم فنی و مسلکی فعالیت می نماید.
یکی از محورهای اصلی زیایی گروپ عرضه گاز است. واردات گاز با بهترین کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی هدف اصلی این شرکت است. زیایی گروپ روزانه هزاران تن گاز از جمله گاز پروپان و بوتان را با بهترین کیفیت در سراسر کشور عرضه می‌نماید. ظرفیت تأسیسات گاز در آقینه 3000 تن و در حیرتان مجموعاً 5000 تن است. این شرکت بزرگترین ظرفیت ذخیره سازی گاز را در افغانستان دارد که مجموعاً 30,000 تن ظرفیت ذخیره سازی گاز در سراسر کشور می باشد. زیایی پترولیم در حوزه مواد نفتی با داشتن پترول، دیزل و گاز LPG با کیفیت عالی و نرخ مناسب به طور 24 ساعته در سراسر کشور در خدمت هموطنان عزیز خود می باشد. تانک‌های تیل زیایی گروپ در بخش‌های مختلف کشور مصرف عرضه خدمات برای مردم می باشد. زیایی پترولیم تلاش دارد تا شبه‌های جدید عرضه مواد نفتی با کیفیت را در سطح شهرها با مسیر بزرگراه‌ها باز کند. ما در تلاشیم تا مانند حیرتان، بلخ، کابل، هرات و آقینه برای هموطنان خویش اشتغال زایی نموده و اقتصاد داخلی کشور را رشد دهیم. زیایی گروپ، کیفیت در اولویت.